کی میگه نسل ما نسل سوخته است؟ ما که تو دنیای بچگیمون اونقدر خوش بودیم که معنی گرفتاری‌های پدر مادر رو نمیفهمیدیم. چه میدونستیم قسط چیه، بدهی، کرایه خونه، مدل ماشین چیه، چیزایی که الان دغدغه بچه‌ها شده. چقدر شبا تو پارک با فامیل دور هم جمع می‌شدیم، عصرها توی کوچه با بچه‌های محل آتیش می‌سوزوندیم. تبلت و ایکس باکس نبود، ولی قدم به قدم اون بازی‌های عالم دیگه‌ای داشت که بچه‌های الان نمی‌فهمن. خلاصه اینجورا هم که میگن سوخته نیستیم. مادرم هیچ وقت به من نگفت دوستم داره، وقت نداشت، دستش همیشه بند بود. بند بستن بند کف‌های من که گره زدم بلد نبودم، دستش بند دکمه‌های روپوش خواهرم بود، بند محشای برادرم. منم رو دوست داشتنش رو زنگ‌های تفریح تو سیب قرمزی که تایی کیفم گذاشته بود باز می‌زدم. یادش بخیر.